تصور کن فردا صبح که بیدار میشی اینترنت ها قطع شده دوباره. اینستاگرام مثل الان بالا نمیاد، سایتت بالا نمیاد. این برای یک کسب و کار یعنی این که مشتری ها دیگه نمیتونن پیداش کنن. 90% کسب و کارها توی یه همچین وضعیتی تا نزدیکی شکست میرن، اما یه 10% هستن که این وسط تونستن گیریم خودشون از آب بکشن. به نظر من اونها قبل از این جریانا کسب و کارشون رو ضد ضربه کردن. منم به ذهنم رسید تو این روزا این ویدیو میتونه بهت کمک بکنه تا با 3 راه حل بهت بگم چطوری میتونی تو هم کسب و کارتو ضد ضربه کنی. سلام به همراهان آماده است، من سجادم و قراره توی این ویدیو راجع به ضد ضربه کردن کسب و کارتون صحبت کنم. خیلی از مخاطبای ما وبسایتشون وردپرسه و دارن از طریق ووکامرس فروش خودشون رو انجام میدن. اولین سوالی که به وجود میاد اینه که من چطوری یه کاری انجام بدم تا وردپرس هم نخوابه. ببینید وقتی اینترنت ما محدود میشه در اصل ارتباط ما با تمام کشورهای خارجی قطع میشه. پس شما اگر وبسایت وردپرستون روی سرورها یا روی هاست‌های خارج از کشور باشه دسترسی بهشون قطع میشه. پس اولین کار اینه که ما بیایم سرور و هاستمون رو از آلمان یا فرانسه یا هر کشوری که هست منتقل بکنیم به سرورهای ایرانی. اینجوری حتی اگر اینترنت قطع بشه وبسایت شما بالا میاد. فقط یه نکته وجود داره. اگه شما از این شرکت‌های کوچیک یا وبسایت‌های شخص ثالث دارید هاست و دامنه تهیه می‌کنید، باید برید سراغ شرکت‌های بزرگتر و شرکت‌های اصلی که وجود داره که در صورت قطعی اینترنت اونها خودشون اول بسته نشن، وگرنه اگر سایت شما بالا باشه و اونها بسته باشن یا بالعکس اگر این اتفاق به وجود بیاد شما هر کاری که با پشتیبانی سرویس دهندتون داشته باشید بدون نتیجه باقی میمونه. خب مسئله بعدی اینستاگرامه. قطع شده. حالا ما چیکار بکنیم؟ چطوری خروج کنیم از اینستاگرام؟ قبل از اینکه بریم سراغ راه حل من باید این نکته خیلی مهم رو بگم. بیزینسی که فقط روی اینستاگرام، تلگرام یا بهتر بگم تمامی شبکه‌های اجتماعی بنا میشه، همیشه این خطر براش وجود داره که یک روزی یا پیجش رو از دست بده یا اینترنت قطع بشه یا اینها. مثل خونه ساختن رو زمینیه که برای خودت نیست و هر لحظه امکان داره صاحب زمین بیاد بگه زمینمو من لازم دارم. حالا توی این مدت زمانی که در آینده این اینستاگرام وصل میشه شما باید مهاجرت معکوس انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی اینکه سعی بکنید توی استوری ها، توی پست ها، توی دایرکت ها مخاطبین و مشتریانتون رو به سمت پلتفرم های دیگه مثل وبسایتتون، مثل غرفه با سلامتون، مثل پنل دیجیتالتون به اینها منتقلشون بکنید تا انشالله اگر قطع شد شما متضرر نشید. اما خب اگر شما دسترسی به زدن وبسایت ندارید، اگر تواناییش رو ندارید یا اگر حوصله زدن غرفه با سلام یا پنل دیجیتالا رو ندارید، ما یک محصولی رو توسعه دادیم به اسم لینکت که این لینکت در اصل یک لینک اختصاصی برای شما. تمام محصولات پیجتون یا کانال هاتون به صورت اتوماتیک بارگذاری میشن و مشتریانتون وقتی که روی لینک بزنن مثل یک سبد خرید عمل میکنه. میتونن محصولاتی که میخوان رو انتخاب بکنن، بعد از اون اطلاعات پستیشون رو بزنن، درگاه پرداخت رو انجام بدن و شما سفارشاتشون رو دریافت بکنید. بعد از اون هم که میتونید از طریق پنل آماده است تمام سفارشاتشون رو با کمترین قیمت ارسال بکنید. و اما نکته سوم، من توی این مدت چطوری به مشتری قبلیم دسترسی داشته باشم؟ اگه شما ارسالاتون رو با آماده است انجام داده باشین تو بخش سفارش ها شماره تلفن تمام عزیزانی که براشون محصولاتتون رو ارسال کردین هست و میتونید از اینجا استخراجشون بکنید. بعد از اینکه به شماره دست پیدا کردید چندین تا راه حل داره. بهشون پیامک بدید، بهشون زنگ بزنید، مطلعشون بکنید از کانال های فعالتون، یا اگر لینکتتون فعال باشه شما میتونید دوباره لینکتتون رو بهشون بدین و اونا میتونن ثبت سفارش رو انجام بدن. نکته بعدی که دارم که تقریبا میشه گفت از اول تو ذهنمون نبود اما الان به ذهنم خورد و گفتم که عنوان کردنش خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. شما تو این شرایط اگر اسم برند خوبی رو انتخاب کرده باشید، اگر دامنه درستی رو انتخاب کرده باشید، احتمال داره که تو ذهن مخاطبینتون باقی بمونه. مثلا ما خودمون توی آماده است گوگل قطع شده بود، پیامک نمیتونستیم بریم.
زنگ نمیتونستیم بزنیم که ما فعالیم. اما همینقدر که توی نرم افزارهایی مثل بازار و مایکت بود نرم افزارمون، با سرچ کردن اسممون که تو خاطر آدم مونده بود، خیلیا دوباره ما دست پیدا کردن و تونستن دوباره با ما محصولاتشون رو ارسال بکنن. پس نکته ریزی که حرفم داشت اینه که حتما با کمک یک برنامه نویس نسخه اندروید وبسایتتون رو هم آماده بکنید و توی نرم افزارهایی مثل بازار و مارکت بگذارید. خیلی بهتون کمک میکنه. خب حالا دیگه سایتت بالاست، مشتریات رو پیدا کردی، مشتریات اومدن سفارش دادن. یه سوال واقعی میمونه که من چطوری بسته هامو ارسال کنم؟ تو این شرایط بحرانی حتی خیلی از پیک موتوری ها، حتی خیلی از سرویس دهنده‌های تک از دسترس خارج میشن و نمیتونن به ما خدمت بدن. اما شما وقتی با پنل آماده است میخواید بسته‌هاتون رو ارسال بکنید، میبینید کدوم سرویس دهنده الان فعاله، داره کار میکنه، با چه قیمتی و چطور بسته‌های شما رو ارسال میکنه. با شرکت‌های مختلف پستی ارسال میکنید، از تخفیفش برخوردار میشید، مشتریاتون و محصولاتشون رو رهگیری میکنید. حتی میتونید از طریق امکانات پیامک ما برای مشتریاتون وضعیت بسته‌تون رو هم بفرستید. ما تو آماده از زیرساختمون رو جوری طراحی کردیم که تو تمام جنگ 12 روزه و اتفاقات اخیر سایت ما نخوابید، خدمات ما نخوابید و تونستیم با قدرت تمام و کمال به شما عزیزان امکانات خودمون رو ارائه بدیم. پس فقط کافیه که شما مشتریان خودتون رو پیدا بکنید، ازشون سفارش بگیرید و ارسالش رو بسپارید به ما. این بیزینس یعنی پیشبینی روزای سخت. اگه که تو روزای خوشی بتونی بیزینس رو مدیریت بکنید، تقریبا با بقیه هیچ فرق نداره. مدیر خوبیه که بتونه تصمیمای خیلی خوب تو روزای خیلی سخت بگیره. امیدوارم روزای سخت دیگه تکرار نشن و اگر خدایی نکرده تکرار شدن، حداقل کسب و کار شما زنده ضربه شده باشه. موفق باشید.